5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ناحیه میر سعید علی حمدانی تشریف آوردند. سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان در ناحیه حمدانی با افتتاح راه ماشینگردی بین دهه‌های فیض‌آباد و تگناب تا مرکز ناحیه آغاز گردید. در مراسم افتتاح راه دارای اهمیت محلی اطلاع دادند که درازی آن 14.5 کیلومتر را در بر گرفته دهه‌های فیض‌آباد و تگناب دهاتی دشت گلها، انجیرکان، سفیداب، کودره و سفر گدای دهات پنجرود، دهه باغ دهات قهرمان و شهرک ناحیه را با هم می‌پیوندد. سفر کاری پیشوای معظم ملت به جایی که نباشد فیض و برکت زیاد می‌آورد. برای همین من بار دیگر مینادوری خیش رو و مینادوری تمام ساکنان دهه فیض‌آباد و عموما جماعت دهات دشتگل را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسونم که برای مردم چنین یک فضای مساعد را فراهم آوردند که تنج آرام زندگی کار فعالیت و کنند و با کارهای سازندگی و آبادانی کمر همت بندند. امیرا کندگی بدین همینجا برایون یا 15-16 کیلومتر در بین 30 تا 40 مینوت هم میرفتیم. اوزی شگرونه هم 15-20 مینوت در رایون همینجا را میبینید خیلی رختون دیده سنش خیلی. امیرا هم خجازی رشتگی بود که تکنیکا رفتن نمیتونستن. در زمستان هم با همینجا قطعی ماشین استبرگرفت و همین 16 کیلومتر را نمیرفت. کارهای ساختمانی در این مسیر از اولهای ماه می سال روان از طرف صاحبکاران وطنی با جلب اهالی آغاز گردیده با خرج 27.5 میلیون سومانی انجام داده شده است. پهنای راه که به کاتگوری پنجم راهداری شامل می باشد 6 متر را تشکیل داده با قفسه 8 سانتی متر منفرش کرده شده است. این راه اساساً سالهای 60 عصر گذشته بنیاد یافته، سالهای اخیر تعمیر طلب شده بود. وضع ناخوب راه حرکت نقلیات بارکش و مسافربر را مشکل می گردانید. اکنون در دایره چرابینی ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و دستور سپارش های سرور دولت محترم امامعلی رحمان راه مذکور در مدت کوتاه و موافق به طلبات زمانی معاصر نوسازی شد. تعمیر و نوسازی راه ماشینگرد بین دهه‌های فیض‌آباد و تگناب تا شهرک ناحیه حمدانی باعث خوشحالی ساکنان گردید. تو ناحیه رفتن 1 ساعت میرفتی. روی نقص شدگی ماشین قدیمی را دیگه در پیش استکان او امونی استکان اون چپانه میشه. حالتی بیزه بود در همین راه رفتن مشکل بود. در یک ماه یک بار تعمیر میکردیم. راه بسیار خوب شده گید. حالت نقص شده گید. به معلول در همین راه رفت آمد میکنیم. راههای بسیار فرسوده چی بدن. امروز ما میتوانیم در همگی در 15 دقیقه همه کار ما یعنی که تو مرکز ناحیه بریم کار ما به انجام برسونیم و فکر میکنم که این تشبس‌های بنیادکارا و سازندگی از همه تشبس‌های راهبر دولت ما الهام گرفتیم، هم ساکنان محلی و هم صاحبکاران و هم جوانمردانی که در اینجا برای بنیادکاری سهم گذاشتن در راه سهم کلان دارند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد راه مذکور را از جانب صاحبکاران وطنی شایسته تحسین خوانده عملی نمودن اقدام‌های سازندگی را نشانه بلند محبت و صداقت ساکنان به ملت و دولت نامیدند. ما یک گروه صاحبکاران اقدام گرفتیم که راه‌های بین دهه را از نوسازی و تعمیر نماییم. در آینده نقشه داریم که چند راه دیگر هم از نوسازی نماییم. در دایره چرابینی ها با استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی حمدانی بنیاد و نوسازی باز 10 کیلومتر راههای دارای اهمیت محلی به نقشه گرفته شده است. این تدبیر به بهتر شدن وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان ناحیه باعث شده مشکلات رفت و آمد مردم مخصوصا رانندگان را برطرف خواهد کرد.